دیگر از رکن اسلام دوستان عزیز این است که زکات در وقتش ادا کردن. زکات در وقتش ادا کردن. بله، زکات فرض از فرضهای الهی است. شما قرآن بکشوین، هر آیتی که میآید اقیموا الصلاة آتوا الزکاه، اقیموا الصلاة آتوا الزکاه، اقیموا الصلاة آتوا الزکاه. ابن عباس رحمت الله علیه میگفت فمن اقام الصلاة ولم يؤدي الزکاه فلن يقبل منه. هر کسی که نماز میخونه ولی زکات نمیده از او قبول نمیشود، از او قبول نمیشود. از این خاطر هر مؤمن نماز که خوند باید زکات هم بده. ابوبکر صدیق وقتی که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم که از دنیا گذشتند، رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر صدیق خلیفه شد، یک زمره از عرب ها گفتند ما نماز میخونیم ولی زکات نمیدیم. برای چی زکات بدیم؟ ابوبکر صدیق با اونها جنگید، گفت قسم به الله، گفت من گفت با آنهایی که فرق بین نماز و زکات میگذارند گفت من میجنگم. دین گفت در وقتی رسول الله کامل شد ولی در زمان من ناقص شود، کم شود، ضعیف شود. از این خاطر نه، این زکات حق فقراست. الله سبحانه و تعالی برات مال داده است، این مالی داده الله است. الله بعضی‌ها را پولدار میکنه، بعضی‌ها را فقیر مسکین میکنه. امتحان خداوند است. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني. کلا. ببینید الله چگونه زیبا بیان میکنه. اما انسان اذا ما ابتلاه، وقتی که میگم من مبتلاش کردم، اذا ما ابتلاه، وقتی که مبتلاش کردم، امتحانش کردم، او را پولدار کردم، چی میگفته است؟ میگفته است غرور و با تکبر میگفته است غرور. فیقول ربی اکرمنی، مرا اکرام کرد، نسبت دیگران مرا اکرام کرده است. و یک گروه دیگر وقتی که فقیر میکنم، یعنی از گرسنگی نمیمرم ولی فقیرش میکنم، مبتلاش میکنم، بجای اینکه شکرانه الله کنه چی میگفته است؟ میگفته است الله مرا خوار کرد. الله میگه کلا، هرگز پولدار بودن و فقیر بودن نشانه بهتر و بدتر بودن نیست. بهتر و بدتر بودن نیست. الله بعضی‌ها را پولدار میکنه، امکانات براشون آماده میکنه، و اونهایی که امروز پولدار هستند فکر میکنن که این همه چیزی که دارن از خودشون است، از خودت نیست. فکر نکنی که از این یک داد خداوندی است، یک برکت است. الله برات میته، امتحانات میکنه، و از جمله امتحانی که بالات میکنه این زکات است که حق فقیر جدا میکنی یا نمیکنی. الله قادر است، الله قادر است بر اینکه این لباس قیمتی تر از تنت بیرون کنه، و لباسی انمو یک رهروک و انمو گروسچی که عربکش در تنت پوشانه. الله قادر است بر این. الله قادر است که ماشینات از دستت بگیره. الله قادر است بر اینکه خانه و در از خودت بگیره و کوارتیران بشینی مثل مردم فقیر. الله بر این قادر است. از این خاطر وقتی که داد است الله سبحانه و تعالی شکرانه کن، و مالی که داری با مال در راه دین، در راه برای جامعه خدمت کن. لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاری. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که شما در حیات خود تمنا کنین، آرزو کنین که الله شما را مثل دو نفر کنه. یکم شخصی که الله برای او پول مال داده است، او را پولدار کرده است، و همون پول مال در اختیار وی داده است. با پول مالی که داره در راه دین خدمت میکنه، برای مردم خدمت میکنه، از زمین جنت میخره، مسجد میسازه، راه میسازه، کپرک میسازه، فقیر مسکینا را دستگیری میکنه، طالب علم را دستگیری میکنه که امروز جامعه ما نیاز به امید داره، بخصوص برای طالب علم ها. امروز کادرهای ما اسپانسر نمیآورد، چه کادرهای دینی و دنیوی. چقدر جوانای خوب داریم در بین، استعداد دارند، میتوانند در آینده برای ملت کادر شوند، ولی امکانات مالی ندارند. کجا هستند این پولدارایی که اینقدر پول دارند، این پول در راه الله صرف کنند، در عوض جنت صاحب شوند؟ کجا هستند؟ کجا هستند ابوبکرها؟ کجا هستند عثمان ها؟ کجا هستند عبدالرحمن ابن عوف ها؟ کجا هستند اینها؟ کجا هستند که در راه دین خدمت کنند؟ درست است که رسول الله صلی الله علیه و سلم دین بر ما آورد، ولی دین به کمک مادی پیش نمی رفت. همین صحابه ها بودند که مال خود در راه الله دادن که امروز من و شما میگیم ما مسلمان هستیم. کمک این بزرگان بود. از این خاطر امروز این پولدارایی که در بین ما مردم تاجیک هستند بدانند که خداوند روز قیامت اینا را محاسبه میکنه.
از اینکه پول در یک ماشین، در یک رقاصه و در یک سراینده و در یک مسخره باز میتی، او پول در راه درست صرف کن. روز قیامت از گلوت میگیره، دردی سرت میشوه. الله میپرسد این پول از کجا آوردی، در کجا صرف کردی، از کجا آوردی، در کجا صرف کردی. از این خاطر دوستانی عزیز، لطفا آنهایی که صدای بنده را میشنوند، بخصوص مردمی که پولدار هستند، پول در راه درست صرف کنید. این پول و مال آن چیزی را که در راه خدا دادی همو است، همو است. اونم را با خودت میبری. یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم خانه اومدن که یک گوسفند بود، یک گوساله بود. مادرمون عایشه همش صدقه کرده، یک پاش مانده بود، یک پا را تنها مانده بود، باقیش صدقه کرده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید، مادرمون عایشه گفتن که همش صدقه کردم، تنها یک پاش مانده بود. برای خودمان یک پا را مانده، یک دست بود، یک پا را مانده. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن تو اونمو چیزی را که دادی اونمو را با خود میبری، اونمو را برای ما کردی. یعنی هر چیزی که از پول و مال داری در راه الله دادی، اونمو را با خودت میبری. باقی موندهش نمیدونی کی میخره. چند روز پیشتر جنازه یک آدم خواندم، من خودم جنازه در رفته بود. میلیونر بود، میلیاردر، نمیگم میلیونر، میلیاردر بود. بچه‌هاش اومدن، دختراش اومدن، همش ماشیناشون ماشینای قیمت‌ترین است. بوگاتی، مرسدس، از همه آخران مدلش. همه ماشیناشون مثل آب طلا هست، رنگش مثل آب طلا. نماز خواندیم، میکروفون در دستی بچه‌اش دادن، گفتن دو کلمه صحبت کن، دو کلمه هم صحبت کردن نتونست. پول مالا جمع کرده است، برای همش داده است، ولی فرزند تربیت نکرده است که حتی دو کلمه در بالای قبر پدرش صحبت کرده بتونه. این خسارت است، این زیان است. بعد از او دو سه روز بعدتر از جنازه خبرشون رسید که حالا به خاطر پول و مال پدر بین همدیگر جنگ میکنن. زنش تمام پول و مال یک قسمی زیاد به نام خود کرده است، ولی نیت شوهر کردن هم داره. دخترش با بچهش می جنگه، ولی این بیچاره مسکین در قبر برای این پول و مال پیش الله جواب میگه. الله میپرسش که این میلیاردها از کجا آوردی و اینا در کجا صرف کردی. از این خاطر دوستانی که عاقل هستین میفهمین، از مالی که دارین در راه خدا صدقه کنید. حق فقرا را جدا کنید، حق فقیر را جدا کن، الله در مالت برکت میده. من خودم شاهد بودم در امی یکم سویتسکی در مسجدی که یکم سویتسکی دست ختم بود، شب قدر بود. یکی از امی دوستان، یکی از امی برادران آمد زکات چه گفت که نمیقدر زکات دارم میتم. سالی دیگر یعنی $10,000 گفت از $10,000 زکات میتم، $250 زکات میتم. یک سال بعدش با شب قدر آمد گفت که این سال از 150,000 زکات میتم. الله وقتی که در مالت برکت داد، در بین یک سال مالش الکی 150,000 شد. 150,000. پس دوستانی که صدای بنده را میشنوید، از ادا کردن زکات نترسین. همون زکات جدا کن، در خواهر خودت بده، در اکت بده اگر فقیر است، در خالت بده، در تقاید بده، در عمکیت بده، در بچه خالت بده، میتونی بده، در خسر بچت بده، در قیسنگلت بده. امروز مردم محتاجند به کمک های من و شما. مردم نانی خوردن ندارند، دسترخانه خالی است. امروز ما دسترخوانی گوناگون در پیش ما میمونیم، یک بار فکر میکنیم که مردم گشنه. الله سبحانه و تعالی روز قیامت از ما میپرسه. در حدیث صحیح آمده است، پیامبر میگه قسم به الله مؤمن نیست. صحابه ترسیدن، صحابه گفتن کی است یا رسول الله؟ گفتن کسی که شکمش سیر است، همسایه‌اش گرسنه است. او که همسایه‌اش گرسنه است، این شکمش سیر خواب میگیره. دوستان عزیز، اسلام آمد تا جامعه را زنده کند، بیدار کند. اسلام دین عطوفت است، محبت است، دوستی است، برادری است، همدیگر فهمی است. ما مسلمانان باید راه و روش رسول الله بگیریم، بخصوص در رمضان. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه شریف رمضان به مانند بادی وزان، صحابه در حدیث صحیح آمده است، این حدیث صحیح است، من از خودم گپ نمیزنم، حدیث صحیح است. پیامبر مثل بادی وزان خیرش به مردم میرسید. ما چی شده است امروز وقتی که یک بیمار یک کسلی را در سبق‌های مجازی میمونند، در کامنتاری مردم میبینی گپای قبیح میگن. ای دوستی عزیز، میتونی کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح. مردم نیاز دارن به کمک. میتونی بکو، کمک کن. نمیتونی نگو سخن قبیح، نگو. نامه اعمال خود سیاه نکن.
از این خاطر دوستان عزیز، یکی از رکنهای اسلام این کمک به مردم نیازمند است، به فقیران و مسکینان است. یکی از رکنش است و این عظمت اسلام است. عظمتش ببینیم، تأسیس اسلام یکیش بر این است که ما به فقیران و مسکینان کمک کنیم. امروز مردم زبان درازی میکنن، بالای دین توحید تحقیر میکنن. مردم هم میگن برادر، یک از تأسیس دین همین یکیش همین است که حق فقرا را جدا کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن هر کسی که الله بر او مال میده، من آتاه الله مالا فلم یؤدی زکاته، الله بر او مال میده ولی او زکات جدا نمیکنه، بخیلی میکنه، تنگ دستی میکنه، حق فقیرا را جدا نمیکنه، الله گفتن روز قیامت همین مال همین را مبدل میکنه به یک ماری خطرناک. ماری خطرناک که میگه بالای چشمش ده با دو تا دیگه چشم داره، این چهار چشمه است، دو تا سفیدی دیگه چهار چشمه است. میگه گیردش ده دور میخوره و از دهانش میگیره و میگه انا کنزک انا مالک، من همون کنزی تو هستم، من همون خزینه های تو هستم، گنجه های تو هستم، من همون دلار های تو هستم، من همون تیله های تو هستم، ماشین های قیمتی تو هستم، خانه های قیمتی تو هستم که او را خدا داد اما حق فقیر را جدا نکردی، امروز مبدل شدم بین میمار از دهانش میگیرن. بله دوستان، این خسارت است که همه پول مال جمع کنی، مرده روی در قبر ولی مال ملک تا دیگه کسو تقسیم کنن، ولی در قیامت این مبدل به یک اژدها شو و از دهانت بگیرن. بله این خطرناک است. امی حالی در همین خانه اینجا من نشستم، اگر در همینجا یک مور بچه باشه من نمیتونم اینجا آرام شیشته، ترم نمیتونی آرام شیشته. یک مور بچه، مورک 1 متر خوردک اگر در همینجا گشته باشه از ترس میگریزیم، پس ریزو میپریم، یا که به قتلش میرسانیم یا از ترس خودمون میپرتیم یک طرف. از این میترسیم که روز قیامت این مال مبدل به یک اژدهار میشه. و اژدهار گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطری که مردم احساس بکنن این چگونه مار است، گفتن یک مار اژدهاری خطرناکه که گفتن از یعنی موی ببینید، یعنی ماری که از زیادتی زهر بالای سرش گفتن کل شدگی هست، زیادتی زهر. مگر این لایق همین هست که ما به همین عذاب الهی مبتلا شویم؟ ای دوستانی که امکانات داریم زکات تا حال ادا نکردیم، من همه را در نظر ندارم ولی هستن نفرایی که تا حال زکات نمیتن، الا میکنن بوه نمیکنن این طرف طرف. مگر همین پول مال دنیا لیاقت همین را داره که من و تو به همین عذاب مبتلا شویم؟ حق فقیرا را جدا کن، این حق فقراست. بله دوستان عزیز، این امتحان است، الله امتحان میکنه. و همین خاطر در راه الله هیچ وقت بخیلی نکنید. حق فقرا این زکات از فرض الله به جا بیارید، الله در مالشون و در خانهشون و در عمرشون برکت میده. ولی اگر ندادید یک مدتی ماشین قیمت قطعی میگردی، یک مدتی ماشین خانه قیمت ده ویلا ده زندگی میکنی، یک مدتی اما میاره الله بالا یک مشکلی میاره که دیگه میلیون ها را میتی به درد نمیخوره. که ما شاهد این حالت ها بودیم، نفرانی بودن که قچون گپ زدن نمیشه، قد پولدار بودن، وقتی گپ میزدن قچی آدمو روبرو گپ نمیزدن. چی میگی؟ قچیش وقتی گپ میزدی چی گپ، چی میگی چی گپ، رو تایش خوشش کرده گپ میزد و مردم هم مورچه میدونستن وقتی پولدار بودن. اما الله وقتی که گرفت میگیره، سخت گرفت. ان بطش ربک لشدید، الله که گرفت سخت میگیره. خوش به حال دوستانی که الله برای مال داده است، پول داده است و پول مال در اختیار اونها داده است و پول مالی که دارن در راه الله خدمت میکنن. خوش به حالشان، باید در حق اینها دعای نیک کنیم. خوش به حالشان.